پنیوایز چرا فقط سراغ بچه ها میره؟ از کجا اومد و پشت این گریم شیطانی چیه؟ سلام، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امروز قراره درباره داستان اصلی پنیوایز با هم حرف بزنیم. قبل که به سراغ ویدیو لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. داستان فیلم از اونجا شروع میشه که سال 1988 در شهری کوچیک در ایالات متحده آمریکا جورج 6 ساله حوصله‌اش سر میره و دلش میخواد با برادرش بازی کنه. در بیرون از خونه زمانی که بارون شدیدی میباره سعی میکنه با قایق کوچیکش که برادرش برای اون ساخت بازی کنه که بر اثر اتفاقی اون قایق به داخل مجرای فاضلاب میره و اون تلاش میکنه که قایق کوچیکش رو نجات بده که با یه مردی که چشماش براق و خودش رو مثل دلقک آرایش کرده روبرو میشه. پنیوایز. سلام جورجی، عجب قایق خوشگلی داری، میخوای پسش بگیری؟ جالب، پنیوایز از قبل منتظر جورجی بود، حتی اسمش هم از قبل میدونست و این یعنی همه چی از قبل و قبل برنامه‌ریزی شده بود. این موجود خودشو پنیوایز یه دلقک رقاص معرفی میکنه و با جورجی دوست میشه. جورجی میگه که توی فاضلاب چیکار میکنی؟ پنیوایز میگه که طوفان من آورده اینجا. خب این جمله ما رو به یه تئوری میرسونه که در ادامه ویدیو واسهتون توضیح میدم. پنیوایز بهترین چیزی رو برای کشتن جورجی توی دستاش داشت، قایقش. ولی جورجی وقتی میخواست با دستاش قایقش رو پس بگیره، پنیوایز با دهن بزرگ و دندونای تیز و خونیش دست اونو قطع میکنه و بدن اونو با خودش برای همیشه به فاضلاب میبره. فاضلاب این اولین جاییه که ما پنیوایز رو تو این فیلم میبینیم، ولی ما کاری با این فیلم نداریم و مستقیم میریم سراغ رمان استیون کینگ، رمانی که فیلم ایت بر اساس اون ساخته شده. اون صدها سال در لونه‌ای در پایین سیستم فاضلاب شهر دری زندگی میکرد، اما در رمان قضیه به خیلی سال پیش برمیگرده. بر اساس این رمان پنیوایز یا ددلایت یا رابرت گری موجود ماورایی که از 1000 سالها قبل هم وجود داشته و از یه سیاره نامعلوم به زمین سقوط میکنه و به گفته خودش باد اونو به شهر دری میاره. این سقوط اونو به خواب عمیقی میفرسته، طوری که در سال 1715 ذوب میشه و از خواب بیدار میشه. این تازه شروع چرخه 27 سالگی این دلقکه. پنیوایز هر 27 سال یک بار بیدار میشه و از ترس ساکنان شهر دری تغذیه میکنه. اون میتونه به راحتی تغییر شکل بده و خودشو به یه موجود یا جسم یا هر اجسام دیگه‌ای تبدیل کنه، از یه پیرزن گرفته تا یه تابلوی نقاشی. ولی جالبی این تئوری اینجاست که اون باید قانون هر جسمی رو که میخواد بهش تبدیل بشه رو باید رعایت کنه. مثلا وقتی که میخواد به یه لیوان تبدیل بشه، وقتی اون لیوان بشکنه اون به طور کامل نابود میشه و پنیوایز دیگه وجود نداره. خب طبیعتا این کار فقط از دست یه موجود ماورایی برمیاد. داستان پنیوایز یه جورایی از شخصیت جان وین گیسی، دلقک تولد و قاتلی که بچه‌ها رو میکش و زیر خونشون دفن میکرد، الهام گرفته شده. جان وین گیسی فقط به بچه‌ها علاقه داشت و 33 تا بچه رو کشته بود. پنیوایز هم مثل جان علاقه زیادی به کشتن بچه‌ها و کشیدن اونا به زیر فاضلاب شهر دری داشت. خب ما گفتیم که این موجود به هر چیزی که میخواد میتونه تبدیل بشه و شخصیتی که این موجود دوست داره بهش تبدیل بشه یه دلقکی به اسم پنیوایزه. میدونی که بچه‌ها خیلی از دلقک‌ها خوششون میاد و اونا رو دوست دارن و همیشه دلقک‌ها بچه‌ها رو میخندونن. خب این موجودم از فرم پنیوایز برای فریب بچه‌ها استفاده میکرد و اون بیشتر از این که از گوشت بچه‌ها تغذیه کنه، بیشتر از ترسشون تغذیه میکرد و معتقد بود که ترس یه نوع چاشنیه که غذاهاش خیلی خیلی خوشمزه تر میکنه. کودکان فعالترین تخیل رو دارن، بنابراین غنی‌ترین وعده‌های غذایی رو برای اون درست میکنن.
وقتی اونا رو به سمت خودش میکشه، چشمای تپنده و دندونهای تیز خودش رو بیرون میاره و وقتی که ترس اون بچه ها به اوج خودش رسید اونا رو میبله. بعد جورجی پنیوایز از طریق فاضلاب خونه با بنی صحبت کرد تا قبل از حمله و رها کردن بدنش در نزدیک خیابون جکسون بترسه. فریادهای بنی تا پایان این چرخ 27 ساله از طریق مجرای فاضلا شنیده میشد و پدر مادرش رو آزار میداد. بن ماش بعد 27 سال میره به خونه پدرش سر بزنه، جایی که همیشه اونجا میترسید و از اونجا فرار کرده بود. ولی تو اون آپارتمان به جای پدرش یه پیرزن زندگی میکنه که میگه که پدرش از خیلی وقت پیش فوت کرده و بعدا خیلی اصرار میکنه که بیاد داخل خونهشون باش گپ بزنه. شاید پدر بورلی رو همون پیرزنه کشته و به دروغ میگه که مرده. در واقع پیرزنه همون پنیوایزه. اینو میشه از نوع نگاه کردنش و رفتارهای عجیبش و حرفایی که میزنه فهمید. برلی به تابلوهای روی دیوار نگاه میکنه و از پیرزنه میپرسه که اینا اعضای خانواده‌تن و پیرزنه میگه که بله و شروع میکنه به تعریف کردن از پدرش، این که با $14 به این کشور اومد و اون گفت که پدرش برای تامین هزینه‌های زندگیش به سیرک ملحق شده بود. بورلی تابلویی رو میبینه که مردی بسیار شبیه به پنیوایز کنار یه سیرک و یه عکس دیگه هم از این فیلم میشه پیدا کرد که تو اون عکس که خیلی به ظاهر قدیمیه یه مردی رو میتونید ببینید که با کله خیلی بزرگ که خیلی شبیه پنیوایز یا در واقع همون پنیوایزه توی یه جمعی حضور داره که این نشون میده که پنیوایز از زمان قدیم در تاریخ شهر دری حضور داشته. در واقع پنیوایز خودش داره درباره سرگذشت خودش این اطلاعات رو میده و بعد پیرزنه یا پنیوایز میگه که من همیشه دختر کوچولوی بابام بودم. این جمله آشنا نیست. و جالبه بدونی که یه طرح دیگه هم از دلقک پنیوایز بود که زیاد ازش استقبال نشد. این طرح این بود که در اون پنیوایز یه موجودیه که بالا تن انسان مانند داره و به جای 2 پا 8 پا داره. در واقع اون یه عنکبوت و زیر پاش یه آرواره بزرگی است، یعنی زیر هر پاش یه دونه یا چند تا دندون تیز هست که وقتی کنار هم قرار میگیرن تبدیل به آرواره بزرگ و وحشتناک میشن و یه جورایی هم میشه گفت که 8 تا دندون بزرگ داره و وقتی که پنیوایز قربانی رو زیر خودش به دام میندازه آرواره ها شروع به خوردن قربانی میکنه. خب رفقا، اینم از تئوری ها و فکت های فیلم ایت و پنیوایز که امیدوارم ازشون لذت برده باشید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بدرود.